قشنگم. خیلی دلم میخواست الان مثل بقیه کسایی که از خودشون فیلم میگیرن و پست میکنن پادکست گوش بدم، ولی خب عزیز من گوش بدی؟ بله. اما بیا اینجا. بله. بیا اینجا. اونجا چی میگی؟ گوش بده به من، گوش بده. اینا مافیای ورزش. اجازه بده ما نه چرا ما نداریم. نه کار بیرون خونه رو Discredit him. Travel. Connection. امروز روز 2 ژانویه است 2025 و به صورت رسمی سال نو من شروع شده. دیروز شروع نشده بود واقعا. من دیروز کاملا هیچ کاری نکردم. واسه همین امروز تصمیم گرفتم که به خودم برسم. اهداف سال 2025 رو بنویسم و همچنین ویدیو بگیرم. یکی از اهداف سال 2025 اینه که من بیشتر ویدیو بگیرم و توی یوتیوب پست کنم. پس یکی از کارهایی که خیلی دلم میخواست امروز انجام بدم اینه که ویژن بورد درست کنم. من به هدف گذاری اول سال زیاد اعتقادی ندارم یا شاید بگم نداشتم، ولی پارسال من همینطوری چند تا هدف رو روی کاغذ نوشتم و زدم روی آینه اتاقم که هر موقع که صبح پا میشم جلوی چشمم باشه. حالا هر روز نمیرفتم سراغش، ولی واقعا هر چند وقت یک بار چشم بهش میخورد و همه یادآوری میشد. چون بعضی موقع ما یه قولهایی به خودمون میدیم، یه سری هدفهایی واسه خودمون میذاریم، ولی به خاطر مشغله زندگی یادمون میره. خلاصه که این برای من خیلی خوب بود و هر چند وقت یه بار نگاش میکردم و شاید جالب باشه بگم که خیلیاشو تونستم بهش برسم. امسال تصمیم گرفتم که چون ازش نتیجه گرفتم و به نظرم چیز جالبی بود، تصمیم گرفتم که امسال تصویری درستش کنم و مثل همین ویژن بوردایی که همه جا توی اینستا دیدین و اینا میخوام درستش کنم. یه سری اهدافم اول نوشتم، بعد توی پینترست یا توی گوگل سراغ یک سری عکس‌های انگیزشی رفتم. یه سری عکس‌های انگیزشی رو دانلود کردم. عکس‌ها رو توی اپلیکیشن کنوا گذاشتمشون کنار هم و اینطوری پرینتشون کردم. پرینتر رنگی هم نداشتم، یعنی اصلا نمیخواستم که چیزهایی مثل او پرینتر رنگی ندارم او عکسام خوب از آب در نمیاد، نمیخواستم اینا جلومو بگیره. پیشنهاد میکنم که شما هم روی اینجور چیزا زیاد حساس نشین، بیشتر روی اون هدف اصلی که این بورد در واقع قراره که به ما بده روی اون متمرکز بشین. حالا میخوام قیچیشون کنم و بچسبونمشون روی این بورد. خب هدفهایی که انتخاب کردم برای امسال اینکه بیشتر پیاده روی برم، به باشگاهی که پولش رو هر ماه دارم میدم بیشتر سر بزنم. بچه‌ها وقتی که من داشتم هدفامو مینوشتم قشنگ اینجوری نشسته بودم و داشتم رو موبایلم کار میکردم و اولین چیزی که به ذهنم رسید این بودش که یک عکس از وضعیت بدن مناسب و انسان عادی که اینجوری نباشه، سبزیجات، غذای سالم، یه سری از این جملات انگیزشی، غذای سالم که اینو نمیخواد پول بیشتری در بیارم. این همونطور که همه میگن کلید موفقیت، تداوم. یوتیوب برای شما بیشتر پست بذارم، اگر شد ماشینم رو عوض کنم، تحرک بیشتر، وزنم رو کم کنم.
که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. سال 2025 تون مبارک و امیدوارم به هر هدفی که توی این سال تصمیم گرفتین داشته باشین برسین. من میرم و شما رو توی ولاگ دیگه میبینم. خداحافظ.